رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به وسعت 850,000 کیلومتر مربع امروز همزمان در 16 استان کشور آغاز شد. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین، یا ابا عبدالله الحسین. با توکل بر قادر متعال رزمایش بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه را آغاز کنید. آتش باز! الله اکبر! این رزمایش بر اساس دکترین عملیاتی نیروی زمینی سپاه طراحی شده که همه تجهیزات نیروی زمینی در اون شرکت دارن، اهم از توپخانه، موشک‌ها، زرهی، ادوات پدافندی و همه سلاح‌های جدیدی که توسط وزارت دفاع جمهوری اسلامی به نیروی زمینی واگذار شده و در یگان‌های ما به کارگیری میشه. این رزمایش به مدت 3 روز و در 3 مرحله در استان‌های کرمانشاه، تهران، خوزستان، اصفهان، فارس، کهگیلویه و بوداحمد، گیلان، قزوین، مرکزی، کردستان، کرمان، خراسان جنوبی، زنجان، سمنان، مازندران و قم اجرا می شود.